فرزاد آشوبی به سمت راست میبره. منتظری حالا نفوذ کرده، خود پژمان منتظری ارسال به درون محوطه جریمه. یه لحظه روز نشده. ببینیم در تصویر آهسته. بله میشه گفت که از قصد دستش رو بالا آورد و به توپ ضربه زد علی قربانی و با علم به اینکه توپ قرار گرفته میتونه استقلال در 13 دقیقه مسابقه صاحب گل بکنه. آشوبی و توی دروازه گل برای استقلال در 13 دقیقه مسابقه. پیکان قزوین 0 استقلال تهران 1. نوید یک بازی جذاب و دیدنی رو میده این گل. امیدواریم که به همین شکل هم باشه و تماشاگرانی که حاضر در ورزشگاه هستن و شما بینندگان عزیز پای گیرنده هاتون بتونید از تماشای این بازی لذت ببرید. آشوبی 4مین گل خودش رو در این فصل به ثمر میرسونه برای استقلال و پیکان که باید تلاش بکنه تا این گل رو جبران بکنه. رقابت در پایین جدول بسیار حساستر از بالای جدول هست. باید ببینید که واکنش پیکانی